هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 37 ساله ساکن ناحیه یوون با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 11 دکبر سال 2021 در شهر دوشنبه با رای فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن پایتخت درآمده خود را همچون استاد مبلساز معرفی نموده برای ساختن جیوان از او 57,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. وابسته به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشن با عریضه مرد 51 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که شب پنجم به ششم ینور سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا اشیاءهای روزگار و تجهیزات خانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 10,340 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 25 ساله ساکن شهر ذکر گردیده که پیش با ماده 244 قسم 3 و ماده 365 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن ناحیه جیهون با گمان دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده با مصلحت پیشکی با مرد 35 ساله ساکن ناحیه دوستی شب 19 به 20 آگوست سال 2021 از داخل آقرخانه منزل استقامتی زن 43 ساله ساکن امین ناحیه یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 6,600 سومانی را تشکیل می‌دهد. عاید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد.